روز و روزگارتان بخیر باشد بینندگان و دوستداران فوتبال. گزارش مستقیم خویش را از ورزشگاه کلوب مرکزی ورزشی ارتش از جریان بازی آخری چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میانی منتخب‌های توپ 20 ساله منظور شما می‌گردانیم و امروز منتخب‌های افغانستان و ازبکستان در بازی آخر اندر میدان رقابت میشوند و بگاهی امروز بازی دیگر میانی منتخب‌های تاجیکستان و ایران برگزار می‌گردد. حالا روی تصویرهای ما و شما هیئت منتخب ازبکستان است. البته ما بعداً هیئت هر دو منتخب رو به شما آشنا می‌سازیم و حالا باید بازی‌های دسته‌ها را که قبلاً 4 دور پیش برگزار کردن آنها را به شما یادآور شویم. در دور اولی چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی ازبکستان و ایران اندر میدان رقابت شده بودند و آنجا ازبکستان با حساب 3-2 مقابل ایران ظفر یافت. یک بازی بسیار هم جالب و دیدنی بود و تا به آخر دسته‌ها بهر امتیاز مبارزه بردند و در لحظه آخر فوتبال بازان ازبک توانستند که شاهد موفقیت چشند. ترکمنستان و افغانستان آنجا با حساب 1-2 بازی کردند که فوتبال بازان افغان با حساب 2-1 البته پیروزی به دست آورده بودند. بعدا در دور دوم افغانستان با تاجیکستان بازی کرد که بازی دسته‌ها مساوی 1-1 انجام یافت و بازی دسته‌های ترکمنستان و ازبکستان باشد با نتیجه بزرگ 9-2 به نفع فوتبال بازان ازبکستان به پایان رسید. در دور سوم باشد تاجیکستان ترکمنستان را با حساب 4-2 شکست داد. افغانستان با حساب 4-1 از ایران مغلوب شد و در دور چهارم باشد ازبکستان و تاجیکستان مساوی بازی کردند. ایران باشد ترکمنستان را با حساب 3-0 شکست داد. همه چیز برای بازی آماده است. بینندگان گرامی، تنها ما منتظر صدای اشتکی داور مرکزی بازی هستیم. این هم سرمربی جوان منتخب ازبکستان فرهاد نشانوف است که حالا روی اکران‌های ما و شما است. بله، صدای اشتکی داور مرکزی بازی عبدالله دولتوف بلند می‌گردد و فوتبال بازان افغانستان بازی را از مرکزی میدان شروع می‌کنند. باید بینندگان گرامی شما را با هیئت دسته آشنا می‌سازم، بعداً باز به رفتی بازی متوجه میشیم. نخست از هیئت دسته افغانستان آغاز میکنیم که امروز همچون میزبان آنها البته اینجا نامنویس شدند. در خط دروازه رقم 1 فیصل سعید خیل، رقم 9 احمد رشید سروری کاپیتان دسته، رقم 3 رشاد نظری، رقم 4 همایون امین، رقم 5 احمدالله علاکوزی، رقم 6 محمد مقدم، رقم 8 امید رجبی، رقم 11 فرهاد علیزاده، 13 احسان احمد رحمانی، 19 عنایت الله کاهی، رقم 20 حکیم خان نیازی. سرمربی دسته همایون همدرد. هیئت منتخب ازبکستان به طور ذیل است. بینندگان گرامی، در خط دروازه مکسیم مرکایف، رقم 10 محمد علی اورینبویف کاپیتان دسته، رقم 2 عبدالله امانالیف، 4 علی جان بکمرادوف، 6 روشن خیراللهف، 8 عبدالعزیز عبدالرشیدوف، 9 تیمور عادیلوف، 11 مراد جان کامیلوف، 19 رستمبک فامین، 20 دلیر تخسانوف، 22 صلاح الدین ترسونوف. سرمربی دسته فرهاد نشانوف. داوری مرکزی بازی امروز از تاجیکستان است. بینندگان گرامی، عبدالله دولتوف در دو کنار به او کمک میکنند. خسروی صدیقزاد از تاجیکستان و فرهاد مروی از کشور ایران. داوری احتیاطی هم از کشور ایران است. امیر عرب براغی. البته تقدیر قهرمانی در چهارمین چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی در دور آخر حل و فصل می شود و آنجا امروز یا منتخب ازبکستان یا منتخب ایران یا منتخب تاجیکستان البته می توانند که عنوان قهرمانی را حتی به دست بیارند. البته فوتبال بازان ازبکستان امکانیت بیشتر دارند. رژیم فوتبال بازان افغان ضربه هم زده می شود، امکانیت هست و اینجا دفاعگران منتخب ازبکستان را ببینید که چگونه در داخل جریمه‌گاه سهلنگاری کرده ایستادند، اما اینجا حالتی بازی است. داور کناری خسروی صدیقزاد بیرقچه خویش را بالا میبردارد و اشاره میکند که بازیگری منتخب افغانستان در حالت نابازی است. باید به حالت تکرار متوجه میشویم. بله، اینجا 100% در حالت نابازی قرار داشت بازیگری منتخب افغانستان فرهاد علیزاده. البته همه روزه بازی های چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی که از 21 تا 28 می دوام کرده ایستاده بودند در ورزشگاه کلوب مرکزی ورزشی ارتشی شهر دوشنبه و در ورزشگاه تلکو آرینه شهر ترسونزاده برگزار شده ایستاده بودند و
امروز هم اولین بار است که ما بازیایی که در ورزشگاه کلوب مرکزی ورزش ارتش برگزار شده استودند و طور مستقیم منظوری شما میگردونیم. اینجا ببینید که چگونه بازیگران فوتبال منتخب ازبکستان اشتباه کرده استودند. امکانیت برای فوتبال بازان افغانستان، اما عنایت الله کاهی نمیتواند که توپ را درست‌تر اجرا کند. امروز به خط دفاعی منتخب ازبکستان چی شده باشد؟ چشم رسیده باشد اونها گویا که امسر صبحانه نکرده باشند، در پای راست ایستاده نمیتوانند و زود افتیده ایستادند. و ببینید که چگونه اشتباه ها را هم در داخل جریمه‌گاه اجرا کرده ایستادند. وابسته از ساعتی که منتخب ازبکستان با تاجیکستان داشت، امروز تغییرات دیده می شود، مخصوصا در خط دروازه. امروز ما سمندر مرتبه را نمی بینیم، دروازه‌بانی نو است و همچنین چند تغییرات دیگر در خط دفاع، نیم محافظه و حمله هم دیده می شود. مخصوصا امروز در میدان نیست. عبدالعظیم اورتیگوف، زیوبک حمزایف و چند بازیگران دیگر. بینندگان گرامی، اگر جدول مسابقات را به شما یک آشنا سازیم در همین اوقات، فکر میکنم که سری وقت است. پس از این هجومی فوتبال بازان منتخب افغانستان، اینجا قاعده بازی مقابلی فرهاد علیزاده و ایران نگردیده است. بازیگران منتخب ازبکستان زود به خط حمله میشتابند، اما با تنهایی اشکار کردن نمیتواند. صلاح الدین ترسونوف، اورینبایوف، محمد علی اورینبایوف یکی از بازیگران کلیدی منتخب ازبکستان محسوب می شود و در خاطر داشته باشید در بازی دور گذشته مقابل تاجیکستان محض از پنالتی گلی مساوی آور را همین بازیگر زد و آنجا فوتبال بازان تاجیک غلبه کرده ایستاده بودند. اما یک دقیقه پیش از انجام واخوری دروازه‌بان ما اشتباه کرد و داور به دروازه منتخب تاجیکستان پنالتی تعیین کرد و آن را محمد علی اورینبایوف به گل تبدیل داد. بعدا البته نیزوها برخاست و داوری مرکزی بازی به دروازه‌بان منتخب تاجیکستان و کاپیتانی منتخب تاجیکستان کارت سرخ نشان داد که البته نبودن این بازیگران در واخوری امروزه مقابل ایران توجه به رفتی بازی منتخب تاجیکستان تاثیر خیش رو هم خواهد گذاشت. حالا در جدول مسابقات بینندگان گرامی، ازبکستان با 7 امتیاز در صدر جدول است، ایران 6 امتیاز دارد، تاجیکستان 5 امتیاز دارد، افغانستان 4 امتیاز دارد، ترکمنستان یگانه دسته می باشد که یگان امتیاز حالا در اختیار ندارد، در تخمین جدول است. و البته امروز ببینید اگر افغانستان امروز ازبکستان را شکست بدهد، پس شماره امتیازش را به 7 عدد میرساند و یک باره به زینه دوم جدول مسابقات راه مییابد. و اگر ازبکستان پیروزی به دست آورد، پس شماره امتیازش را به 10 عدد میرساند و پیش از انجام بازی میان منتخب‌های ایران و تاجیکستان قهرمانی چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان منتخب‌های تا 20 ساله میگردد. و اگر تاجیکستان ایران را شکست بدهد، پس در صورت باخت ازبکستان میتواند که به صدر جدول برآید و قهرمانیش را تجلیل نماید. بسیار هم البته اینجا از روی حساب‌های متماتیکی اگر ما حساب کنیم همه دست‌ها امکان دارند و البته پس از این واخوری‌ها معین خواهد شد که کدام دسته‌ها میتوانند قهرمان بگردند. اینجا ببینید که فوتبال بازان افغان هم تا به آخر مبارزه برده ایستادند و تا این لحظه نسبت به فوتبال بازان منتخب ازبکستان افغان‌ها خوبتر بازی کرده ایستادند. البته آنها سه امکانیت خوبی گلزنی را از دست دادند و حالا ببینید که چگونه زود به خط دفاعی منتخب ازبکستان فشار آورده ایستادند. همچنین بینندگان گرامی قید میکنیم که در مسابقه چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان منتخب‌های تا 20 ساله، منتخب‌های تاجیکستان و ازبکستان با نورسانی تا 17 سالشان بازی کرده ایستادند و منتخب ازبکستان چنانه به شما معلوم است حالا 20 ساله آنها در جام جهان در آرژانتین بازی کرده ایستادند و البته با دوره پلی آف مسابقه هم راه یافتند. منتخب تاجیکستان باشد برای چی 17 سالش بازی کرده ایستادند، چون که در پیش بازی‌های جام آسیا است. بنابراین سبب اشتراک در این مسابقه یک مرحله خوبی آمادگی به بازی‌های جام آسیا می‌گردد و بنابراین سبب البته منتخب تا 17 ساله تاجیکستان در مسابقه چهارمین اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی اشتراک کرده ایستاده است. فیصل سعید توپ را به بازی می‌درآورد، دروازه‌بان منتخب افغانستان.
امروز عموما بازی منتخب ازبکستان رنگ نگرفته است است بینندگان گرامی. گویا با آنها چشم رسیده باشد یا چیزی شده باشد که نه اونقدر امروز آنها توپ را خوب در میدان نگاه داشته ایستادن. البته شاید باز در ادامه بازی موفق شوند و ما البته در باره تجربه فوتبالبازان تا 17 ساله ازبک به شما میگویم که آنها البته بازی رفیقانه را امسال برگزار کردند مقابل ارژانتین، اوروگوئه، زلندای نو، استرالیا، مقابل منتخب‌های بهترین جهان. البته بازی کردن با این منتخب‌ها توجیه برای آنها تجربه خوب هم گردیده است. فوتبالبازان افغان باشد پیش از آغاز چمپیونات اساسیاسیون فوتبالی آسیای مرکزی یک هفته پیش به تاجیکستان آمدند و با این مسابقه البته در کشور ما آمادگی دیدند، توجیه به آب و هوا و ورزشگاه مطابق شدند و ببینید که این آمادگی آنها به منتخب افغانستان کمک هم کرده است که چگونه در بازی ها آنها موفق هستند. اگر منتخب تاجیکستان افغانستان را شکست میداد، ازبکستان را البته میتوانست که اونجا هم پیروزی به دست آورده ایستاده بود، پیروز میشد، پس 100% ما قهرمان میشدیم. اما چون هر وقت بازیگران ما پس از به ثمر رسانیدن گل فارغ بالی میکنند و در همان لحظه های آخر و دروازه‌شان گل سر میدهند و همه چیز را برباد میدهند. البته این را ما نه در یک بازی کف دیدیم، اینا بارها ما در مسابقه های دسته‌های فوتبالی تاجیکستان حتی منتخب تاجیکستان در مسابقه های فراقاروی مشاهده کردیم که بسیار هم برای مخلصان فوتبال این گونه بازی ها البته علم آور خواهد بود که پیروز شده ایستادی، اما در لحظه آخر میبینی پیروزیت را با دست ادب به رقیب میدی. قاعده بازی اینجا ویران میگردد مقابل فوتبال بازی منتخب افغانستان. امید رجبی اینجا اورینبایف از دست امید گرفته و را از زمین برمیخیزد و اینجا هم صلاح الدین ترسونوف قاعده بازی را ویران کرد. صلاح الدین امروز به تنهایی بازی کرده است، صورت ببینید به هم دستایش پس نمیدهد. وقتی که او توپ را صاحب گردید تمام توسط کناری چپ کوشش میکند که به جانب دروازه اشتباه بعد، البته این گونه بازیگزاری او را موفق کردن نمیتواند تا جای 10 دقیقه بازی پس سر شد تا هنوز حساب بازی مساوی 0-0 است. بینندگان گرامی و یادآور میشویم که شام امروز در شهر ترسونزاده در ورزشگاه تلکو آرینا بازی میانی منتخب‌های ایران و تاجیکستان هم برگزار میگردد. یک بازی مهم و مرکزی دوره آخری چهارمین چمپیونات اساسیاسیون فوتبالی آسیای مرکزی میانی منتخب‌های تاپ 20 ساله البته محسوب می شود. پس از بازی میانی منتخب‌های تاپ 20 ساله چمپیونات کاف البته باز میانی هیئت منتخب‌ها هم برای اولین بار مسابقه تشکیل کرد و اونجا منتخب تاجیکستان هم البته شرکت می‌ورزد. و آن مسابقه کافا نشنز کوپ نام گرفته است بینندگان گرامی و منتخب تاجیکستان البته در این بازی ها در جام ملت‌های اساسیاسیون فوتبالی آسیای مرکزی انیخترش در گروهی شامل شده است و آنجا با ترکمنستان روز 11 ایون، با عمان 14 ایون و با ازبکستان روز 17 ایون البته بازی میکند. بازی ها در شهر تاشکند برگزار می شوند. دیروز سرمربی منتخب تاجیکستان هم هیئت منتخب را البته برای این مسابقه معرفی کرد. آهسته آهسته در بازی قاعده ویران کنی هم زیاد گردیده است بینندگان گرامی. اینجا هم مقابل عنایت الله کاهی قاعده بازی ویران گردید و داوری مرکزی بازی رو هم ببینید که عبدالله دولتوف از شهر دوشنبه چگونه بازی را اداره کرده ایستاده است.
максим муркаев худро дар хати дарвоза устувор нишон медиҳад. зарба ҳам зада мешавад, аммо зарбаи задаи бозигари мунтахаби Афғонистон на он қадар дуруст ва амиқ буд. агар бинандагони гиромӣ мо як бозиҳои чемпионати ассоатсиясияи футболи осиёи марказӣ имсоларо ки миёни мунтахабҳои то 20 сола баргузор шудааст як ба ришаи таҳлил кашем, бисёрам бозиҳо дар сатҳи олӣ, бисёрам рақобатпазири дар бозиҳо дида мешавад. махсусан ин бозиҳоро мо дар даври аввал мушоҳида кардем ки чӣ гуна мунтахабҳои Узбекистон ва Эрон як бозии олӣ ба диданиеро манзури ҳаводорон гардониданд. баъдан дар бозии миёни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Афғонистон мо як бозии олиро тамошо кардем ва дар идома бозии миёни мунтахабҳои Тоҷикистону Узбекистон ки то лаҳзаҳои охир чӣ гуна даста мубориза бурданд. як муборизаи қавӣ, як бозии зеборо манзури ҳаводорон гардониданд ки онҷо шумори зиёди ҳаводорон ҳам дар варзишгоҳи Талко Арена буданд ва албатта мунтахаби Тоҷикистонро дастгирӣ карданд. онҷо ҳаводорони мунтахаби Узбекистон ҳам ташриф оварда буданд. имконият барои футболбозони узбек, зарба ҳам зада мешавад, аммо Уринбоев зарбаи задаи ӯро дифоъгарон бармегардонанд. зарбаи задаи бозигари калидӣ ва муваффақи мунтахаби Узбекистонро ки дар бозии муқобили Эрон ҳам гол зад, дар бозии муқобили Тоҷикистон ҳам гол зад ва як аз бозигарони муваффақи мунтахаби Узбекистон аст. тавассути канори рост ҳуҷумро идома медиҳанд футболбозони узбек. муҳаммад Али Уринбоев ирсоли ба дохили ҷаримагоҳ, имконият ҳаст ва инҷо Файзал Саид тӯбро дошта мегирад. аксулҳуҷуми футболбозони афғон. пас ба хати ҳамла ба ҷониби Фарҳад Ализода, аммо иштибоҳ мекунад инҷо ним муҳофизатгари мунтахаби Афғонистон. оҳиста оҳиста футболбозони узбекро бубинед ки бозиашон кушода шуда истодааст ва ба хати ҳуҷум гузашта истоданд. инҷо довари канорӣ байрақчаи хишро боло мебардорад. Фарҳод Муравваӣ ки инҷо қоидаи бозӣ вайрон гардидааст. биёед ба ҳолати такрор мутаваҷҷеҳ мешавем. инҷо қоидаи бозӣ вайрон гардид ё ҳолати нобозӣ буд, албатта ба мо мушаххас нест, аммо як футболбози узбек рӯи замин хоб аст. то ҳол ягон даста зарбаи кунҷӣ иҷро накардааст бинандагони гиромӣ то дақиқа 17 бозӣ. ва инҷо қоида вайронкунӣ аст. вазъияти стандартӣ барои футболбозони узбек. хуб бибинем ки чӣ гуна инро иҷро мекунанд. дар ин гуна ҳолатҳо футболбозони узбек бисёрам фаъол ҳастанд ва мо қаблан ин гуна фурсатҳоро дар бозии гузашта дида будем ки чӣ гуна онҳо ба нафи даста истифода бурда буданд. муҳаммад Али Уринбоев, ирсоли Уринбоев ба дохили ҷаримагоҳ бо усули қайчӣ зарба зада мешавад ва чӣ гуна имконият буд барои футболбозони узбек ки инро албатта иҷро карда натавонистанд. махсусан Алиҷон Бекмуродов агар ин вазъиятро ба гол табдил медод, фикр мекунам яке аз голҳои зебо маҳсуб мешуд, аммо
اینجا توپ به زمین رسید، بعداً به هوا برخاست و ضربه را درست‌تر اجرا کردن نتوانست. در نوبت دیگر هم فوتبال بازان ازبک موفق نشدند. اولین حالت خفناک برای فوتبال بازان ازبک به میان آمد که آن را ثمرناک استفاده برده نتوانستند، در صورتی که الکی 3 امکانیت گلزنی را فوتبال بازان افغان داشتند. ماکسیم مرکایف توپ را صاحب می‌گردد. اورینبویوف این امکانیت را برطرف میکنند فوتبال بازان افغان. آهسته آهسته مجرای بازی تیز تند گردیده است از بینندگان گرامی و ببینید که چگونه فوتبال بازانی هر دو منتخب حالتهای خفناک را در نزد دروازه یکدیگر به میان آورده ایستادند. اولین ضربه کنجی در واخر امروزه به نفع فوتبال بازان ازبکستان، آن را محمد علی اورینبویف اجرا میکند. اورینبویف، ارسال اورینبویف به داخل جریمه‌گاه، امکانیت است، ضربه هم زده می شود اما بلندتر از تیر دروازه. توپ میدان را ترک میکند. یگان حالت خفناک را هم برای فیصل سعید به میان نمی آورد. باز هم علی جان بکمرادوف مراتب اول چند لحظه پیش از این با اصول قیچی ضربه زد، موفق نشد. اینجا هم در قبط دوم موفق بود اما بلندتر توپ را اجرا کرد. فیصل سعید توپ را به مرکز میدان میزند. فوتبال بازان ازبک توپ را صاحب میگردند. ترسونوف از پای میافتد. ببینید که یک در کناری چپ پیدا می شود، یک در کناری راست. خود به تنهایی البته توپ را گرفته به خطی پیش میشتابد. با این گونه بازیگزاری موفق نمی شود. صلاح الدین ترسونوف باید با هم دسته ها هم دیگر فهمی خوب داشته باشد، به آنها پاس بدهد، نه اینکه در بازی یک کتازی کند. اورینبویف در کناری چپ موقعش را تغییر داده است. ضربه زده می شود، امکانیت هست و گل. بینندگان گرامی چگونه فوتبال بازان ازبک از این امکانیت استفاده برده به زدن گل نائل گردیدند و باز هم اورینبویف در این گل سهمی خویش را میگذارد. حساب بازی 1-0 میگردد به نفع منتخب ازبکستان. بینندگان گرامی البته این توجه گلی بحث برانگیز هم هست، چون که دروازه‌بان منتخب ازبکستان توپ را داشته ایستاده بود. توجه به نظرم رسید که از دست فوتبال بازی منتخبی از دست دروازه‌بان منتخب افغانستان اینجا فوتبال بازان ازبک به زدن گل نائل گردیدند. البته حالت‌های تکرار را متوجه میشیم که چگونه اینجا وضعیت به میان آمد. بله اینجا دروازه‌بان توپ را عموما به دستش تا نزدیک شوی نمانده است و رستم بک فامین در یک جایگی اینجا امکانیت است برای فوتبال بازانی افغانستان اما موفق شده نمیتوانند. آنجا در گل منتخب ازبکستان ببینید که محمد علی اورینبویف زود توپ را به مراد جان کامیلوف پاس داد. مراد جان کامیلوف باشد ضربه زد اما از کجای تیمور عادیلوف پیدا شد و توانست که با یک رسیش توپ را وارد دروازه منتخب افغانستان نماید و حسابی بازی را 1-0 به نفع فوتبال بازانی ازبک نماید.
футболбозони узбек ба пеш мебароянд албатта дар ҳисоб ва ҳоло шумораи имтиёзҳояшонро ба 10 адад мерасонанд дар сурате ки бозӣ бо ҳамин натиҷа албатта анҷом ёбад. ва агар гуфтем ки дар ин бозӣ сафедпӯшои узбек муваффақ шаванд, пас онҳо новобаста аз натиҷаи бозии миёни мунтахабҳои Тоҷикистону Эрон қаҳрамонии чаҳорумин чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ миёни мунтахабҳои то 20 сола дар Тоҷикистон мегарданд. Турсунов зарба ҳам зада мешавад аз ҷониби Муҳаммадалӣ Уринбоев, аммо зарбаҳои қавии Уринбоев ба дифоъгарони мунтахаби Афғонистон бархӯрда истодааст. муваффақ нашуда истодааст ки дурусттар зарба иҷро кунад ва бисёр ҳам зарбаи қавӣ дорад Муҳаммадалӣ Уринбоев. ва инро мо хуб дар хотир дорем ки дар бозии даври аввал ӯ чӣ гуна ба дарвозаи мунтахаби Эрон гол зада буд. имконият аст барои футболбозони Узбекистон. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мегардад. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мегардад ва Абдулло Давлатов ҳамин ҳолатро зуд пайхас мекунад. садои штакашро баланд мекунад. инҷо муқобили дарвозабони мунтахаби Афғонистон Файсал Саид қоидаи бозӣ вайрон гардид. ҳоло табибонро фарёд мекунад Абдулло Давлатов. ва анҷом бибинед ки чӣ гуна қоидаи бозиро дағал вайрон кард. баъдан зарба зад Далер Тухсанов. Максим Муркаев омодааст ки тӯбро ба бозӣ дарорад. инҷо иштибоҳ мекунанд бозигарони мунтахаби Узбекистон. имконият барои футболбозони афғон пайдо мешавад, аммо барои чӣ ба ҳамдастиаш пас намедиҳад. инҷо Фарҳад Ализода хост ки зарба занад, аммо муваффақ нашуд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. бисёр ҳам ирсоли хубро инҷо иҷро кард Ришод Назарӣ, аммо касе аз ҳамдастиаш пайдо нашуд. ҳуҷуми футболбозони мунтахаби Узбекистон аз байн меравад. аксур ҳуҷуми футболбозони афғон тавассути канори рост. инҷо тӯбро аз даст медиҳад Аҳмад Рашид Сарварӣ.
اینجا بسیار هم امکانیت خوب بود برای فوتبالبازان افغانستان، اما تا به آخر باید مبارزه برد. اما اینجا از جای خود می ایستد فرهاد علیزاده. بازی منتخب افغانستان سست گردیده است از بینندگان گرامی. دیگر هم دیگر فهمی در بازی آنها نه آنقدر خوب به چشم رسیده ایستاده است. خوب بازی را آغاز میکنند اما در خط حمله هم دیگر فهمی دیدن نمی شود. در بازی منتخب ازبکستان ببینید که چگونه محمد علی اورینبویف هم به حیث حمله‌گر، هم به حیث نیم محافظتگر و هم به حیث یک بازیگری بازیساز به قول پلی میکر بازی را ادامه داده است. بسیار هم خوب در میدان است و کوشش میکند که به همدستایش البته امکانیت‌های خوب را فراهم آورد و محض در یگانه گلی آخری در تا این لحظه بازی محض اورینبویف در آن گل سهم داشت. محسوب به مراد جان کامیلوف پس داد. مراد جان باشد ضربه زد و آنجا ضربه زده او را تیمور عادلوف با یک رسیش مبدل به گل کرد. اینجا همان گلی به ثمر رسانیده فوتبالبازان ازبک به ما نشان داده می شود که چگونه تیمور عادلوف با یک چست چالاکی و با یک مهارت بلند زود پیدا شد و پیش از دروازه‌بان منتخب افغانستان محض او ضربه زد و حسابی بازی را کشاد. آن همین چهره که حالا روی تصویرهای ما و شما است. در بازی گذشته بیشتر او را سرمربی در نیمکت‌های ذخیروی نگاه می داشت، اما امروز او در هیئت اساسی به میدان برآمد و موفق هم شد. از اوتوب رو با بازی می درارند فوتبالبازان افغانستان. رشاد نظری پایده بازی اینجا در مرکز میدان ویران می گردد. روی زمین خوب است حکیم خان نیازی و اولین کارت زرد در واخری امروزه نشان داده می شود بینندگان گرامی به علی جان بکمرادوف. اینجا ببینید که چگونه قاعده بازی رو دغل ویران کرده است. دو مرتبه کوشش کرد که به رخساره بازیگری منتخب افغانستان ضربه زند اما موفق نشد. در کوشش سوم البته انگشتان او به چشم حکیم خان نیازی رسید. حکیم خان نیازی امروز در خط حمله نه آنقدر عیان میگردد. یکی از بازیگران موفق منتخب افغانستان. یک امکانیت دیگر برای فوتبالبازان افغان به میان میآید اما اینجا احمد رشید سروری موفق شدن نمیتواند. توپ را از دست میدهند سرخپوشای افغان. عکس العمل فوتبالبازان منتخب ازبکستان اورینبویف پس او به خط پیش امکانیت هست. عادلوف
اورینبویف اگر ضربه زند پس اینجا دروازه‌بان منتخب افغانستان این حالت را برطرف میکند. فیصل سعید. البته امکانیت برای اورینبویف پیدا نشد که تا ضربه زند، بنابراین سبب یک ارسال خوبی را هم داخل جریمه‌گاه انجام داد و آنجا دروازه‌بان منتخب افغانستان موفق شد. ترسونوف، صلاح‌الدین ترسونوف اینجا باز به تنهایی بازی میکنه و توپ را از دست میدهد. این بازیگر عموما امروز به هم دستش پس نمیدهد. باز هم اینجا خواست که از دفاعگری منتخب افغانستان به تنهایی گذرد اما موفق نشد. بیشتر از 10 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است. بینندگان گرامی، حساب بازی 1-0 به نفع فوتبال بازان منتخب ازبکستان است و یگانه گل را در دقیقه 21 بازی تیمور عادلوف از ارسال گل‌آوری مرادجان کاملوف استفاده برده به ثمر رسانید. و البته فوتبال بازان منتخب افغانستان هم چند امکانیت داشتند اما استفاده برده نتوانستند. امکانیت برای فوتبال بازان ازبک. عقب نشینی میکنند فوتبال بازان ازبک، چون که پورا فوتبال بازان افغان در خط دفاع هستند. البته آنها موقع خالی پیدا نمیکنند تا وارد جریمه‌گاه منتخب افغانستان گردند. اینجا قاعده بازی ویران کرده می شود. دو بازیگر با هم دیگر بر میخورند، عبدالعزیز عبدالرشیدوف و همچنین امید رجبی. اینجا قاعده بازی در داخل جریمه‌گاه منتخب ازبکستان ویران کرده می شود. البته پنالتی نیست اینجا بینندگان گرامی، بلکه فوتبال بازی منتخب افغانستان اینجا قاعده بازی رو مقابل علی جان بکمرادوف ویران کرد و اینجا متوجه میشیم که چگونه اینجا داخل قاعده بازی رو ویران کرد و چنان وانمود کرد که خود آسیب برداشته است. عنایت الله کاهی. اینجا یک باره دو تغییرات در هیئت منتخب ازبکستان انجام داده می شود بینندگان گرامی. از میدان گرفته می شود بازیگر تحت رقم 8 عبدالعزیز عبدالرشیدوف، به جای او روزیبای فیض‌الله وارد میدان می گردد و همچنین بازیگر تحت رقم 14 نورلان ابراهیموف به میدان می براید و او از میدان
صلاح‌الدین ترسونوفро иваз мекунад. бубинед сармураббии мунтахаби ӯзбекистон Фарҳод Нишонов бозигароне ки дар майдон он қадар дурахшиши хуб надоштанд, он қадар аз худ дарак намедоданд, онҳоро иваз кард. зарбаи кунҷи дуюм ба нафи футболбозони мунтахаби ӯзбекистон аст. то ин лаҳзо танҳо ду зарбаи кунҷи шудааст ки ҳар дуи онро футболбозони мунтахаби ӯзбекистон кор карданд. муҳаммадалӣ Уринбоев, ирсоли Уринбоев, имконият ҳаст ва инҷо чанд сантиметр паҳлӯтар аз дарвоза ту майдонро тарк мекунад. бояд наворои сӯз кардашударо мебинем ки чӣ гуна инҷо зарба зад Муроҷон Комилов, аммо муваффақ нашуд. Файсал Саид аз хати дарвоза тӯбро ба бозӣ медарорад. футболбозони ӯзбек зарба ҳам зада мешавад. Зарба ва гол. Инҷо бисёр ҳам голи зебоиро ба самар мерасонанд футболбозони мунтахаби Ӯзбекистон ва Темур Одилов голи дуюмашро дар вохири имрӯза ба самар мерасонад ва як голи бисёр ҳам зебо ва як голи бисёр ҳам диданӣ ва бубинед ки голашро бо чӣ гуна услуб таҷлил менамояд. Темур Одилов дар вохири имрӯза хеле хуб дурахшиш карда историяст ва биёед ба лаҳзаҳои такрор мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна инҷо тӯб худаш ба пои Одилов бархӯрд ва табдил ба гол шуд. онҷо Далер Тухсанов зарба зад. бибинед зарба зад, зарба ба пои Темур Одилов бархӯрд ва вориди дарвозаи Файсал Саид гардид. албатта Файсал Саид самташро тағйир дода буд, аммо тӯб мавқеашро дигар кард, ба самти дигар рафт ва вориди дарвоза шуд. ҳисоби бозӣ 2-0 мегардад бинандагони гиромӣ. ва бибинед ки дар ин гол ҳам саҳми Муҳаммадалӣ Уринбоев ҳаст. Уринбоев ба Далер Тухсанов пас дод. Тухсанов зарба зад. зарбаи задаи ӯ ба пои Темур Одилов бархӯрд ва вориди дарвозаи мунтахаби Афғонистон шуд. 2-0 мегардад ҳисоби бозӣ. албатта бо бартарияти 2 гол ҳоло футболбозони мунтахаби Ӯзбекистон пешгом ҳастанд. қоидаи бозӣ вайрон мегардад. инҷо Умид Раҷабӣ муқобили Равшан Хайруллоев қоидаи бозиро вайрон кард. футболбозони мунтахаби Ӯзбекистон боз ба ҳуҷум мегузаранд, аммо инҷо дуруст пас дода наметавонад. бозигаре ки навориди майдон шуд Нурлан Иброимов. албатта пас аз ин тағйиротҳо боз бозии мунтахаби Ӯзбекистон ҷонноктар гардида историяст ва бибинед ки чӣ гуна онҳо зуд ба хати дифои мунтахаби Афғонистон фишор оварда истоданд. Уринбоев, Иброимов як нафарро мегузарад. Иброимов
اینجا قاعده بازی ویرو نگردیده است. همه چیز از روی قاعده است. عبدالله دولت فشار میکند و دروازه‌بانی منتخب افغانستان توپ را به بازی می‌درارد. فیصل سعید ابراهیموف اورینبایوف اودیلوف امکانیت هست برای فوتبال بازی منتخب ازبکستان. ضربه هم زده می شود و گل. اینجا گل زیبایی را به ثمر می رساند دلیر تخسانوف. در گل دوم محسوس ضربه زده بود تو به پای تیمور اودیلوف برخورده وارد دروازه شده بود، اما این بعد او را ببینید که با چگونه یک چست و چلاکی از دفاعگر منتخب افغانستان میگذرد و ضربه را آزادانه وارد دروازه منتخب افغانستان میکند. حساب بازی 3-0 میگردد بینندگان گرامی و فوتبال بازی منتخب ازبکستان پیش صف میشوند. اینجا ببینید که چگونه پاس داد تیمور اودیلوف. اینجا بسیار هم با صورتی بلند بازی کرد دلیر تخسانوف و موفق هم شد. البته اینجا دروازه‌بان منتخب افغانستان یگان امکانیت نداشت که این ضربه را برگرداند و انجام ما با بازیگزاری تیمور اودیلوف و دلیر تخسانوف البته بهای بلند میدیم. 3-0 میگردد حساب بازی. فوتبال بازان افغان عموما در میدان دیگر از خود درک داده نتوانسته سرن. امکانیت هست ضربه هم زده می شود، اما اینجا رشاد نظری میخواد که خود جانبی دروازه منتخب ازبکستان ضربه زند، اما الکی آنجا دروازه‌بان منتخب ازبکستان مکسیم مرکایف موقعیت گرفته بود، باید او به هم دستایش پاس میداد. اینجا هم وقتی قسمی اولی بازی به انجام میرسد. حالا با ما معین نیست که داوری مرکزی چند دقیقه وقتی علاوگی زم کرده است. به هر صورت فوتبال بازان منتخب ازبکستان با حساب 3-0 پیشگام هستند. یادآور میشیم که گل ها را در آخرین روزه به ثمر رسانیدند تیمور اودیلوف 2 مرتبه و همچنین دلیر تخسانوف. اینجا قاعده ویران کنه که مقابل محمد علی اورینبایوف انجام داده شد به ما نشان داده می شود. البته پس از یاری طبیبان اورینبایوف آماده است که باز بازی را ادامه دهد. بله، بازی ادامه می‌یابد. حالا قسمی اولی بازی انجام نیافته است بینندگان گرامی. محمد علی اورینبایوف توسط کناری راست به هجوم می‌گذارند فوتبال بازان منتخب ازبکستان. نه اونجا فوتبال بازان منتخب افغانستان همه موقع را اشغال کردند و صدای اشتکی داوری مرکزی بازی عبدالله دولتوف از انجام قسمی اولی بازی میانی منتخب‌های افغانستان و ازبکستان درک میدهد. بینندگان گرامی با برتری 3 گل فوتبال بازان منتخب ازبکستان به تنفس میروند. البته پس از چند لحظه باز به قسمی دومی بازی میانی منتخب‌های افغانستان و ازبکستان
ба варзишгоҳи клуби марказии варзиши артиши шаҳри душанбе бармегардем. дар назди экранҳои хеш дур наравед. Вышли, ждем край, Абу край, первый, страховка, готов.
با ورزشگاه کلوب مرکزی ورزشی ارتش شهر دوشنبه با قسم دومی بازی میانی منتخب‌های افغانستان و ازبکستان برمیگردیم. بینندگان گرامی، این بازی آخری چهارمین چمپیونات اسوسیاسیون فوتبالی آسیای مرکزی میانی منتخب‌های تا 20 ساله است که حالا البته جریان دارد و در قسم اول بازی فوتبالبازان منتخب ازبکستان توانستند که با برتریت 3 گل به تنفس برآیند. آنجا گل‌ها را در هیئت منتخب ازبکستان به ثمر رسانیدند تیمور عادیلوف 2 مرتبه و همچنین دلیر توخسانوف. هرچند فوتبالبازان افغان بازی را خیلی خوب آغاز کردند در 10 دقیقه قسم اولی بازی، اما بعدا آنها دیگر نتوانستند که مقابل فوتبالبازان منتخب ازبکستان البته مقابلیت نشان دهند. پس از دو تغییراتی که سرمربی منتخب ازبکستان انجام داد، البته بازی فوتبالبازان منتخب ازبکستان رنگ دیگر گرفت و این تغییرات ها ببینید که چگونه به منتخب ازبکستان البته فایده آور شد. آنها در حساب یک باره پس از این تغییرات 2 گل دیگر به ثمر رسانیدند و حساب بازی را 3-0 نماییدند. اینجا حالا به نظر میرسد که از هیئت منتخب افغانستان هم تغییرات انجام داده می شود و البته میبینیم که سرمربی منتخب افغانستان همایون همدرد که او را باز به میدان میبرد. فوتبالبازان منتخب ازبکستان اگر در آخر روزه موفقیت به دست آورند، پس آنها میتوانند که نواسته از نتیجه بازی میانی منتخب‌های ایران و تاجیکستان قهرمانی چمپیونات کاف گردند. و حالا بیاید متوجه میشیم که کیها به میدان میبرند. اینجا از هیئت منتخب افغانستان غلام غوث وحیدی وارد میدان می شود و همچنین او کی را عوض میکند در میدان حالا به ما انیق نیست. همچنین بازیگر دیگر تحت رقم 21 به میدان می براید، حشمت الله بیگزاد. اما اونا به جای که حالا به میدان برآمدند به ما نشان دادن نمی شود. بینندگان گرامی، البته در ادامه وقتی که فهمیدیم که اونا به جای کی به میدان برآمدند باز به شما آنها را خواهیم گفت. بله، اینجا بازیگر تحت رقم 6 از میدان گرفته می شود، محمد مقدم، و به جای غلام غوث وارد میدان شد. این هم بازیگری که نو وارد میدان گردید، حشمت الله بیگزاد، که به جای بازیگر تحت رقم 13 احسان احمد رحمانی به میدان برآمد. هر دو دست دو تغییراتی انجام دادند. البته میبینیم که پس از تغییراتی که سرمربی منتخب افغانستان انجام داد تا کجا بازی دست رنگی دیگر خواهد گرفت. البته امکانی غلبه ای منتخب افغانستان در این بازی کمتر است، چون که دست با حساب 0-3 ناکام شده ایستاده است. به هر صورت باید پس از این تغییرات البته آنها باز بازیشان را دیگرگونتر کنند. باید هیئت دسته رو به شما آشنا می‌سازم. بینندگان گرامی، بعداً باز به رفت بازی متوجه میشویم. در خصوص از هیئت دسته منتخب افغانستان آغاز میکنم. دروازه‌بان رقم 1 فیصل سعید، رقم 9 احمد رشید سروری، در خط دفاع 3 رشاد نظری، 4 همایون امین، و رقم 5 احمدالله علاکوزی. در خط نیم محافظه رقم 6 محمد مقدم که از میدان گرفته شد، به جای او غلام غوث وحیدی وارد میدان گردید. همچنین رقم 8 امید رجبی، رقم 11 فرهاد علیزاده، رقم 13 احسان احمد رحمانی بود که او را در قسم دوم سرمربی از میدان گرفت و به جای او حشمت الله بیگزاد وارد میدان گردید. در خط حمله عنایت الله کاهی، رقم 19 با همراهی حکیم خان نیازی، رقم 20 سرمربی دسته همایون همدرد. هیئت منتخب ازبکستان چنین است. بینندگان گرامی، در خط دروازه مکسیم مورکایف، در خط دفاع بیاید به این هجوم فوتبالبازان منتخب ازبکستان متوجه میشویم. محمد علی اورینبایوف، امکانیت هست برای فوتبالبازان ازبک، ضربه هم زده می شود اما پهلوتر از دروازه توپ میدان را ترک می کند. اینجا بسیار هم ضربه خوب زد رستنبک فامین، اما سمت دروازه را درست‌تر اینجا به نشان نگرفت.
محمد علی اورینبویف رقم 10، عبدالله همونالیف 2، 4 علیجان بکمرادوف، 6 روشن خیراللهیف، 14 نورلان ابراهیموف، 16 روزیبای فیضاللهیف، 9 تیمور عادیلوف، 11 مراجان کامیلوف، 19 رستمبک فامین، 20 دلیر تخسانوف. سرمربی دسته فرهاد نشانوف. داور مرکزی بازی امروز دست تاجیکستان است. عبدالله دولتوف در دو کنار با کمک میکنند. خسروی صدیقزاد از تاجیکستان و همچنین امیر عرب بغری از ایران. داور احتیاطی باشد بهروزی از کشور ایران است. امیر برغی. فوتبالبازان منتخب ازبکستان هنوز در آغاز قسم دوم بازی ببینید که کلان رفتی بازی رو به دست گرفته ایستادند. زود هجوم‌های خفتناک را سازمان داده ایستادند. به هر صورت فوتبالبازان افغان از عکس الهجوم کار خواهند گرفت و می‌بینیم که از این گونه تاکتیک بازی آنها موفق میشوند و یا نه. اینجا قاعده بازی ویران میگردد مقابل فوتبالبازی منتخبی افغانستان مقابل حکیم خان نیازی. توپ را از دست میدهند فوتبالبازان افغان. دیگر باره توپ را با خوبی آنها توپ را به آنها برمیگرداند. غلام غوث توسط کناری راست هجوم را ادامه میدهند فوتبالبازان افغان. پس به داخل جریمه‌گاه اما اینجا موفق شدن نمیتوانند. فرهاد علیزاده البته توپ را در میدان نگاه داشت اما هجوم دسته را تا به آخر ادامه دادن نتوانست. رستمبک فامین اورینبویف اینجا توپ را به دست برمیگرداند محمد علی اورینبویف. پس اورینبویف بسیار هم خوب امکانیت هست اما اینجا به توپ درسته رسیدن نمیتواند. نورلان ابراهیموف البته اینجا ببینید که چگونه محمد علی اورینبویف با هم دستایش پاس‌های خوبی رو انجام داده ایستاده است. Eased down of it by Martinez.
تیم منتخبی ازبکستان انجام داده می شود. بینندگان گرامی، فوتبالبازان منتخب افغانستان امکان دارند ضربه هم زده می شود از جانب فرهاد علیزاده، اما موفق نمی شود. در قسم اولی بازی هم چند مرتبه کوشش کرد فرهاد ضربه زد، اما بیشتر ضربه او یا بلندتر از خط دروازه میدان را ترک کرد و یا بعد دفاعگران منتخب ازبکستان برخورد. باید متوجه میشیم که ساعت منتخب ازبکستان کیا به میدان میبرند. بازیگر تحت رقم 13 عبدالغفور حیدروف، بازیگر تحت رقم 15 سیدخان حمیدوف و بازیگر تحت رقم 7 عبدالعظیم ارتیکوف به میدان میبرند. از میدان گرفته میشوند علی جان بک مرادوف، دلیر، همچنین تیمور عادیلوف و همچنین بازیگر دیگر تحت رقم 20 دلیر تخسانوف. سه تغییرات یک بار از هیئت منتخب ازبکستان انجام داده شد. البته سرمربی فرهاد نشانوف بازیگران کلیدی را به میدان برآورد. یک مرتبه دیگر خاطر رسان میشیم که از میدان گرفته شدن علی جان بک مرادوف، تیمور عادیلوف، دلیر تخسانوف و به میدان برآمدن عبدالعظیم ارتیکوف، عبدالغفور حیدروف و همچنین سیدخان حمیدوف. دو تغییرات دیگر را هم سرمربی در قسم اولی بازی انجام داده بود و اولین تغییرات سرمربی در قسم دوم بازی محض این سه بازیگر است. مخصوصا از میان این بازیگران عبدالعظیم ارتیکوف و عبدالغفور حیدروف بسیار هم تجربه خوب دارند و در بازی گذشته که منتخب ازبکستان دایر کرده بود در آن بازی ها از خود بسیار هم مهارت والا نشان داده بودند. اشتباه میکنند فوتبالبازان منتخب افغانستان. هجوم فوتبالبازان منتخب ازبکستان بسیار هم خوب، اما تا به آخر هجوم را ادامه دادن نمیتواند. اینجا بازیگری که وارد میدان گردیده است، اینجا هم قاعده بازی ویران کرده می شود از جانب فوتبالبازان منتخب ازبکستان. همایون امین توپ را به بازی می‌درآورد از هیئت منتخب افغانستان. ضربه همایون به خط پیش، فوتبالبازان ازبک توپ را صاحب می‌گردند و زود به هجوم می‌گذارند. پس به کنار چپ، توسط کنار چپ حمله را ادامه می‌دهند فوتبالبازان منتخب ازبکستان. روزیبوی فیض‌اللهیف پس به محمد علی اورینبویف، اورینبویف پس به خط حمله، اما اینجا توپ را صاحب شدن نمیتواند رستمبک فامین. فیض‌اللهیف یک نفر را میگذارد، بسیار هم خوب. محمد علی اینجا مقابل قاعده بازی ویران نگردیده است، اما این فرصت از بین می رود. عکس الهجوم فوتبالبازان منتخب افغانستان توسط کنار راست ادامه می‌یابد. فرهاد بسیار هم خوب، اینجا قاعده بازی ویران گردید و یا نه؟ اشاره می شود که قاعده بازی مقابل فرهاد علیزاده ویران نگردیده است. داور بازی را اجازه میدهد که ادامه یابد. به هر صورت شاید اینجا ساخته‌کاری کرده باشد فرهاد علیزاده. اینجا نزدیک بود که دفاعگران منتخب ازبکستان اشتباه کنند، اما دروازه‌بان در موقع ضروری پیدا شد مکسیم مرکایف و این حالت را برطرف کرد. عبدالله آمانعلیف پس او به روزیبوی فیض‌اللهیف، روزیبوی به محمد علی اورینبویف. اورینبویف اشتباه میکند، اینجا دیگر باره اشتباهش را جبران میکند. هجوم فوتبالبازان منتخب ازبکستان ادامه مییابد. امکانیت هست برای فوتبالبازان منتخب ازبکستان. اینجا در حلقه دفاعگران منتخب افغانستان نمیتواند که موفق شود و داوری کناری هم اینجا اشاره میکند که
مرادجان کاملوف در حالت نابازی قرار داشته است. بله اینجا واقعا هم در حالت نابازی بوده است. مرادجان و داور کناری هم این را خیلی خوب پیخست کرد. توپ را با فوتبالبازان منتخب ازبکستان اورینبایوف. حالا در اداره کردن توپ در میدان فوتبالبازان منتخب ازبکستان پورا برتری دارند. بینندگان گرامی آنها نزدیک 70% توپ را در میدان اداره کرده ایستادند و از لحاظ اجرای ضربه کنجی و ضربه مستقیم جانب دروازه و دیگر امورها هم فوتبالبازان ازبک یک سر و گردن بالا از فوتبالبازان منتخب افغانستان هستند. در باخر امروز تنها در 10 دقیقه اول بازی فوتبالبازان افغان خوب بازی کرده توانستند و خلاص آنجا هم 3 امکانات گلزنی داشتند که آنها را استفاده بردن نتوانستند. بعدا پورا بازی به جانب فوتبالبازان منتخب ازبکستان است. البته اینجا قید کردیم بینندگان گرامی که این بازی آخری چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی است، بازی‌های دوری اخیر. اینجا داور به توپ میرسد و این اشتباهش را جبران میکند. و گفتم که شام امروز بازی میان منتخب‌های تاجیکستان و ایران در شهر ترسونزاده برگزار می‌گردد. البته اگر در آخر امروز فوتبالبازان منتخب ازبکستان پیروزی به دست آورند، پس آنها نوبسته از نتیجه بازی تاجیکستان و ایران میتوانند که مدال‌های طلا و جام مسابقه را صاحب گردند. منتخب‌های ایران و تاجیکستان باشد بهر نشانه نقره مبارزه میبرند. اگر فوتبالبازان تاجیک پیروزی به دست آورند پس صاحب نشانه نقره مسابقه میگردند و اگر باختند پس آنها صاحب نشانه برنجی خواهند بود. ترکمنستان در مسابقه امسال کاف یگان امتیاز به دست آوردن نتوانست است. همه بازیش رو البته مغلوب شد در همه بازی‌ها و حالا در زینه آخر جدول مسابقات است. همه بازی‌هاش رو ملکه دست دایر کرده است. افغانستان هم اگر در باخر موزه شکست خورد پس آنها در زینه چهارم باقی میمونند. ازبکستان گفتیم نشانه طلا را صاحب میگردد با جام مسابقه. در بازی دیگر ایران و تاجیکستان برای زینه دوم تلاش می‌ورزند. هجوم فوتبالبازان منتخب ازبکستان اورینبایوف اینجا توپ را از دست می‌دهد. حمله فوتبالبازان منتخب ازبک ادامه می‌یابد اما اینجا بسیار هم بلند ضربه می‌زند. فوتبالبازی منتخب ازبکستان. فیصل سعید آماده است که از خط دروازه توپ را به بازی درآورد. البته او به همدستش اجازه می‌دهد که ضربه را به نیمه میدان حریف روانه نماید. توسط کنار چپ به هجوم می‌گذارند فوتبالبازان منتخب افغانستان، اما اینجا اشتباه میکند احمد رشید سروری. البته باید به همدستش پاس میداد اما موفق نشد. کاپیتان منتخب افغانستان که در قسمی اول بازی نه اونقدر درخشی خوب داشت اما در قسمی دومی بازی 1-1 در خط حمله از خود درک داده ایستاده است.
البته برای فوتبالبازان منتخب ازبکستان که گفتیم که تاجیکستان و ازبکستان 17 سالهشون در این مسابقه شرکت ورزیده استودند، یک مرحله خوبی آماده باشی به مسابقه جام آسیا 2023 میانی منتخب‌های تا 17 ساله محسوب می شود اشتراک در مسابقه کافه و آنجا هم تاجیکستان هم ازبکستان در تایلند در این مسابقه اشتراک میکنند که ماه ایون برگزار می شود. البته و ما در بازی که فوتبالبازان تاجیک مقابل ازبکستان داشتند آنجا به خلاصی آمده می توانیم که فوتبالبازان تاجیک البته می توانند ارزنده در جام آسیا البته هنرنمایی نمایند و مقابل دسته که در یک گروه با تاجیکستان یک جا هستند. البته خیلی دسته قوی هستند و آنجا فوتبالبازان تاجیک می توانند که یک رقابت جالب و دیدنی را هم برگزار کنند و البته برای امتیاز تلاش ورزند. آنجا با چین، عربستان سعودی و استرالیا شامل یک گروه هستند فوتبالبازان منتخب تاجیکستان و آنجا دومین کارت زرد از جیب عبدالله دولتوف بیرون کرده می شود و به فوتبالباز منتخب ازبکستان روشن خیراللهیف نشان داده می شود. تغییرات در هیئت منتخب ازبکستان انجام داده می شود. زینالدین همرابایف آماده است که به میدان برآید و از میدان مراد جان کامیلوف را عوض می کند. بینندگان گرامی، در واخر امروز دو کارت زرد نشان داده شد. هر دو را هم فوتبالبازان ازبک گرفتند، علی جان بیک مرادوف و روشن خیراللهیف. فوتبالبازان منتخب افغانستان کوشش کرده هستند بینندگان گرامی، اما ببینید که آنها نمیتوانند در خط دفاع منتخب ازبکستان موقع خود را پیدا کنند و به هجوم گذارند. البته فوتبالبازان منتخب ازبکستان در همه موقع ها خیلی خوب بازی کرده هستند، هم در خط حمله، هم در خط نیم محافظه و هم در خط دفاع. و ببینید که اجازه نمیدهند به سرخپوشی افغان تا به نیمه میدان آنها البته به آسانی وارد شوند. هجوم فوتبالبازان منتخب ازبکستان امکانیت است، اورینبویف اینجا به توپ رسیدن نمیتواند و اینجا نزدیک است که با فوتبالباز منتخب افغانستان هم خرخشه کند. اورینبویف با حشمت الله بگذرد ضربه کنجی سوم در واخر امروزه، اولین در قسم دوم بازی به نفع فوتبالبازان منتخب ازبکستان و باید متوجه میشیم که چگونه از این امکانات استفاده میکنند فوتبالبازان منتخب ازبکستان. البته در رقابت دوم موفق بودند اما دفاعگران منتخب افغانستان این حالت را برطرف کردند. اورینبویف اینجا موفق شدن نمیتواند. زود از اوت برو بازی می‌دارند فوتبالبازان منتخب ازبکستان. اما اینجا هم دستش رو درست پیدا کردن نمیتواند محمد علی اورینبویف. به هر صورت فشار را ادامه میدهند فوتبالبازان منتخب ازبکستان جانب خط دفاع منتخب افغانستان و فوتبالبازان افغان هم پره در خط دفاع هستند و ببینید که چگونه مقابل حمله‌گران منتخب ازبکستان اینجا مبارزه برده ایستادند. یک ضربه هم زده می شود و اینجا دروازه‌بان منتخب افغانستان
فیصل سعید این حالت رو برطرف میکند. ضربه سعید به مرکزی میدان. پس به کناری راست امید. ببینید که فوتبالبازان منتخب افغانستان امکانی ورود را به داخل جریمه‌گاه منتخب ازبکستان پیدا نمی‌کنند و عقب نشینی کرده ایستادند. فوتبالبازان منتخب ازبکستان از این وضعیت البته بیرون می‌آیند. محمد علی اورینبویف زود به هجوم می‌گذارند، پس به خط حمله، اما اینجا دروازه‌بانی منتخب افغانستان توپ را صاحب می‌گردد. فیصل سعید بسیار هم مجرای بازی تیز و تند گردیده ایستاده است و ببینید که چگونه بازیگران هر دو دسته تلاش ورزیده ایستادند تا به زدن گل کامیاب گردند. اورینبویف اینجا بسیار هم پسی خوب را به هم دستش انجام میدهد، اما اینجا تا به آخر هجوم دسته را ادامه دادن نمیتواند. زینالدین همربویف دروازه‌بان منتخب افغانستان توپ را از خط دروازه به بازی می‌درآورد. فیصل سعید خیل دقیقه 70 بازی هم آغاز می‌گردد. بینندگان گرامی، حساب بازی 3-0 به نفع فوتبالبازان منتخب ازبکستان است. کمتر از 20 دقیقه دیگر تا انجام بازی باقی مانده است. هجوم فوتبالبازان منتخب افغانستان توپ را در میدان نگاه می‌دارد. فرهاد علیزاده اما اینجا توپ را از دست می‌دهد. حشمت الله بگذرد. ببینید که اورینبویف از خط حمله به خط دفاع آمده است و چگونه به دفاعگران کمک کرده ایستاده است. حشمت الله اینجا موفق شدن نمیتواند. اورینبویف توپ را صاحب می‌گردد. پس او به خط حمله، اما اینجا درست توپ را قبول کردن نمیتواند. هم دستش اشتباه میکند اینجا فوتبالبازی منتخب افغانستان، اما زود اشتباهش را جبران میکند. غلام غوث فیصل سعید خال فوتبالبازان منتخب افغانستان در مسابقه امساله چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی که چهارمین محسوب شود، البته گفتیم در دور اول ترکمنستان را شکست دادند با حساب 2-1 و صاحب 3 امتیاز گردیدند. بعدا دسته در دور دوم با تاجیکستان مساوی 1-1 بازی کرد و در واخور اول مقابل ترکمنستان گل ها را از هیئت منتخب افغانستان فرهاد علیزاده و همچنین عنایت الله کاخی به ثمر رسانیده بودند و در بازی مقابل تاجیکستان باشد امین همایون گل منتخب افغانستان را مربوط نامی خش کرده بود. هجوم فوتبالبازان منتخب افغانستان بسیار هم خوب بازی میکند، اما اینجا اورینبویف قاعده بازی را ویران میکند. بینندگان گرامی، و در بازی مقابل ایران در دور سوم فوتبالبازان افغان با حساب 4-1 شکست خوردند
آنجا یگانه گل منتخب افغانستان را میر مهدی مهدوی آتشگاه در دقیقه 79 بازی به ثمر رسانیده بود و این بازی پنجمی فوتبالبازان منتخب افغانستان است که حالا برگزار شده ایستاده است که آنها با حساب 0-3 از فوتبالبازان منتخب ازبکستان شکست خورده ایستادند. احمد رشید ارسالی به داخل جریمه‌گاه امکانیت هست، اما هرچند در قسمت دوم فوتبالبازان منتخب افغانستان فعال بودند اما بلندتر از تیری دروازه ضربه با سر اجرا کرده آنها میدان را ترک میکند. فوتبالبازان منتخب ازبکستان باشد بینندگان گرامی در دور اول گفتم با حساب 3-2 ایران را شکست دادند. آنجا گل ها را از هیئت منتخب ازبکستان مراد جان کامیلوف و محمد علی اورینبایوف با نریمان جان احمد جانوف به ثمر رسانیدند و در دور دوم باشد آنها با حساب 9-2 مقابل ترکمنستان ظفر یافتند. گل ها را از هیئت منتخب ازبکستان نورالرحمن ابراهیموف، علی جان بکمرادوف، عبدالغفور حیدروف. باید به این وضعیت استانداردی فوتبالبازان منتخب ازبکستان متوجه میشویم. البته هوا خیلی هم گرم است، بنابراین سبب تایم اوت گرفته می شود تا فوتبالبازان خود را سلخین کنند. و اینجا ما در مورد بازی ترکمنستان و ازبکستان حرف زده ایستاده بودیم که گل ها را از هیئت منتخب ازبکستان نورالرحمن ابراهیموف، علی جان بکمرادوف، عبدالغفور حیدروف، مراد جان کامیلوف، عبدالغفور حیدروف، باز هم عبدالغفور حیدروف خطری کرده است. بعدا مراد جان کامیلوف، عبدالغفور حیدروف و عبدالغفور حیدروف با قربان محمد یسانوف. پنتاتریک کرده است عبدالغفور حیدروف بینندگان گرامی در این بازی. بازیگری که در قسم دوم بازی البته سرمربی او را به میدان برآورد و حالا در آخر امروز هم او بازی کرده ایستاده است. بعدا مراد جان کامیلوف در این بازی 2 گل به ثمر رسانیده است. در آخر سوم باشد فوتبالبازان منتخب ازبکستان با تاجیکستان مساوی بازی کردند و آنجا یگانه گل ازبکستان را محمد علی اورینبایوف مربوطی نامی خوش کرد. حالا افغانستان 4 امتیاز دارد. ازبکستان اگر در این آخری موفق شود پس شماره امتیازهایش را به 10 عدد میرساند و گفتم که غالب 4مین چمپیونات اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی در تاجیکستان میگردد. محمد علی اورینبایوف آماده است که از این وضعیت استانداردی توپ را به بازی درآورد و حالا هم گفتم بهترین نشانزن مسابقات عبدالغفور حیدروف است از هیئت منتخب ازبکستان که در بازی مقابل ترکمنستان پنتاتریک کرد و حالا با 5 گل او بهترین نشانزن است. محمد علی اورینبایوف ارسالی به داخل جریمه‌گاه. اینجا نخست فوتبالبازان منتخب افغانستان به تو میرسند اما اینجا اوت به نفع فوتبالبازان منتخب ازبکستان است. فوتبالبازان منتخب ازبکستان به 1 غالبیت نزدیک هستند. باز به خزینه های فوتبال منتخب ازبکستان البته جام کاف را ضم خواهند کرد و با گذر شدن هر 1 دقیقه امکان غلبه فوتبالبازان منتخب ازبکستان بیشتر و امکان مساوی یا غلبه فوتبالبازان منتخب افغانستان کمتر گردیده ایستاده است. اینجا با ما نشان داده می شود عبدالغفور حیدروف بازیگری که با 5 گل حالا در صدر بهترین نشانزنهای مسابقات است اما در آخر امروزه از خود درک داده نتوانسته ایستاده است. این بازیگر تنها در بازی مقابل منتخب ترکمنستان به زدن 5 گل نائل گردیده است و اگر با بهترین بازیگری آخری اگر ما نظر افکنیم در هر 1 بازی منتخب ازبکستان
سهم محمدعلی اورینبویف بسیار و بسیار هم نظر است. در واخر امروز محض او با پاس‌های جالبش توانست که به همدستایش امکانی خوبی گلزنی فراهم آورد و آنها موفق هم گردیدند. فوتبالبازان منتخب افغانستان توسط کناری راست به هجوم می‌گذارند. بسیار هم خوب. احمد اینجا امکانیت پیدا نمی‌کند که ضربه زند. ضربه هم زده می‌شود از جانب امید رجبی، اما برطرف می‌گردد. به هر صورت فوتبالبازان منتخب افغانستان کوشش کرده هستند که در واخر امروز حداقل یک گلی شرمشکن را به ثمر رسانند، اما امکان نیافته ایستادند و آنها فوتبالبازان منتخب ازبکستان عموما امکان نمیدهند تا به آسانی وارد جریمه‌گاه آنها بگردند و حالتهای خفناک را به میان آورند. از اوتوب را به بازی می‌درارد حشمت الله. ارسال به داخل جریمه‌گاه امکانیت هست اما برطرف می‌گردد. بسیار هم بلند جایش کرد احمد رشید سروری، اما موفق نشد. مکسیم مورکایف از خط دروازه توپ را به بازی می‌درارد از هیئت منتخب ازبکستان. ده دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. بینندگان گرامی، در مرکز میدان قاعده بازی ویران کرده می شود مقابل فوتبالبازان منتخب ازبکستان و زود توپ را به بازی می درارند سفیدپوشای منتخب ازبکستان. روزیبای فیض‌اللهیف با توپ قرار دارد در مرکز میدان، پس او به دیگر همدستش و اینجا حسابی بازی به ما نشان داده می شود که 0-3 به نفع فوتبالبازان منتخب ازبکستان است و یادآور میشیم که گل‌ها را در واخر امروز به ثمر رسانیدند. در دقیقه 21 بازی تیمور عادلوف پس از آنه که محمدعلی اورینبویف توپ را به مراد جان کامیلوف پاس داد. مراد جان ضربه زد، اما آنجا تیمور عادلوف چست و چالاکی نشان داد و پیش از دروازه‌بان منتخب افغانستان به توپ رسید و حساب بازی را در دقیقه 21 بازی باز کرد. بعدا در دقیقه 40 بازی پس از 20 دقیقه باز و زدن گل نایل گردید تیمور عادلوف. آنجا دلیر توخسانوف ضربه قوی را جانب دروازه فیصل سعید انجام داد، اما توپ به پای تیمور عادلوف برخورده سمتش را تغییر داد و وارد دروازه منتخب افغانستان گردید. اینجا تغییرات در هیئت منتخب افغانستان انجام داده می شود. بینندگان گرامی، بازیگر تحت رقم 18 محمد اصغر وارد میدان می شود، بازیگری که بیشتر مورد در قسم دوم وارد میدان می شود و از میدان عنایت الله کاهی را عوض می کند. و گل سوم را گفتیم از هیئت منتخب ازبکستان. بینندگان گرامی، دلیر توخسانوف به ثمر رسانید و آنجا ارسال گل‌آور را به دلیر توخسانوف تیمور عادلوف انجام داد. وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان منتخب افغانستان به میان میآید. ارسال به داخل جریمه‌گاه انجام داده می شود، اما فوتبالبازان ازبک را ببینید که چگونه زود این وضعیت را برطرف می کنند. آنجا بسیار هم پرتافت خوب را انجام داد از هیئت منتخب افغانستان غلام غوث، اما همدستایش در خبط دوم موفق شده نتوانستند. به هر صورت فوتبالبازان منتخب افغانستان فشار آورده ایستادند جانب
дарвозаи мунтахаби ӯзбекистон имконият ҳаст ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, аммо инҷо муваффақ шудан наметавонанд футболбозони мунтахаби афғонистон, махсусан бозигаре ки нав вориди майдон шуд, як ҷаҳиши хуберо анҷом дод муҳаммад асғар, аммо зарбаи бо сар иҷро кардаи ӯ баландтар аз тири дарвоза майдонро тарк кард. бисёр ҳаминҷо паси хуберо анҷом медиҳад муҳаммад али уринбоев, аммо ҳамдасташ ро дурусттар дарк намекунад Нурлан Ибраимов. албатта каме инҷо сурати Ибраимов пастар буд ва ин ҳам сармураббии мунтахаби ӯзбекистон аст ки ҳарчанд дасташ бо ҳисоби 3-0 музаффарият ба даст оварда исторааст, аммо бубинед ки чӣ гуна ба дастпарваронаш ишора карда исторааст ки аз кадом мавқеъҳо ҳуҷумро идома бидиҳанд. имконият барои футболбозони мунтахаби афғонистон, аммо инҷо то ба охир мубориза бурда наметавонад. Ҳашматуллоҳ бигзард муҳаммад али уринбоев қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад муқобили футболбозони мунтахаби ӯзбекистон, аниқтараш муқобили Рустамбек Фомин. Уринбоев, Рустамбек. футболбозони мунтахаби ӯзбекистон дигар бора тӯбро дар майдон идора карда истоданд ва пурра футболбозони мунтахаби афғонистон бошад дар хатти дифоъ ҳастанд ва албатта онҳо кӯшиш карда истоданд ки ба футболбозони мунтахаби ӯзбекистон дигар имкон надиҳанд. муҳаммад али уринбоев, паси ӯ ба Зайниддин Ҳамрабаев, Рустамбек, дигар бора Уринбоев тавассути канори рост ҳуҷуми футболбозони мунтахаби ӯзбекистон идома меёбад, аммо зарбаи кунҷӣ кор мекунанд. инҷо Зайниддин натавонист ки тӯбро дурусттар ба ҳамдастҳояш пас бидиҳад. бар сурат зарбаи кунҷӣ кор мекунанд. онро муҳаммад али уринбоев иҷро мекунад. зарбаи кунҷи чаҳорум дар вохири имрӯза ба нафи футболбозони мунтахаби ӯзбекистон. ду зарбаи кунҷиро дар қисми аввали бозӣ ва ду зарбаи кунҷиро дар қисми дуюми бозӣ кор карданд футболбозони мунтахаби ӯзбекистон. имконият ҳаст барои футболбозони ӯзбек. зарба ва гол. бинандагони гиромӣ, ҳисоби бозӣ 4-0 мегардад ба нафи футболбозони мунтахаби ӯзбекистон ва инҷо бо як ҷаҳиши зебо Нурлан Ибраимов дар дақиқаи 86 бозӣ ҳисоби бозиро 4-0 мекунад. дар чаҳорумин зарбаи кунҷи футболбозони мунтахаби ӯзбекистон дар вохири имрӯза онҳо чаҳорумин голашонро ба самар расониданд. инҷо бубинед ки чӣ гуна ирсоли хубро анҷом дод Зайниддин Ҳамрабаев ва онҷо ҳам бисёр ҷаҳиши хуберо иҷро кард Нурлан Ибраимов ва ҳисоби бозиро 4-0 намуд. голи сеюмашро дар бозиҳои чемпионати асосиясияи футболи осиёи марказӣ ки ҳоло албатта даври охираш аст ба самар мерасонад ва ӯ бо муҳаммад али уринбоев шумораи голашро баробар мекунад. уринбоев ҳам 3 гол дорад. аз ҳама бештар Абдуғафур Ҳайдаров 5 гол дорад дар ҳайати мунтахаби ӯзбекистон. ва бубинед ки футболбозони ӯзбек дар вохири аввал муқобили Эрон 3 гол заданд, баъдан ба дарвозаи Туркманистон 9 гол заданд, бо Тоҷикистон мусовӣ бозӣ карданд ва имрӯз 4 голи дигар заданд. аз ҳама бештар дар мусобиқаи чаҳорумин чемпионати асосиясияи футболи осиёи марказӣ маҳз футболбозони ӯзбек гол заданд. ҳабдаҳ гол ба самар расониданд футболбозони мунтахаби ӯзбекистон. 17 гол ба самар расонида
4 گل از داخلی دروازه‌شان گرفتند. تغییرات در هیئت منتخب افغانستان انجام داده می شود. بینندگان گرامی، به میدان میبراید میر آقا شریفی و از میدان او حکیم خان نیازی را عوض می کند. حکیم خان امروز در میدان نه آنقدر از خود درک داد. در خط حمله نوبسته از حکیم خان اینجا فرهاد علیزاده موفق تر بود در خط حمله. البته حکیم خان نیازی یکی از بازیگران کلیدی منتخب افغانستان است، اما با چی صورت در واقع امروز او موفق شده نتوانست. اورینبویف تو برسوی میگردد. هجوم فوتبال بازان منتخب ازبکستان. یک دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. بینندگان گرامی، حسابی بازی 4-0 به نفع فوتبال بازان منتخب ازبکستان است. اینجا زینالدین خمربایف آسیب برداشته است. البته طبیبان به یاری او میشتابند و مقابل او میر آقا شریفی بازیگری که وارد میدان شد قاعده بازی رو ویران کرد. و اینجا ما شاهدی برخوردی دو بازیگری که تحت شماره 17 بازی میکنند در میدان گردیدیم. اینجا به نظر می رسد که آسیب جدی برداشته است زینالدین خمربایف. وقت اساسی بازی به اتمام می رسد. بینندگان گرامی، البته حالا با ما مشخص نیست که چند دقیقه، ولی 3 دقیقه به وقت اساسی بازی ضم کرده می شود و نزدیک هستند فوتبال بازان منتخب ازبکستان که غالبیت را در چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی تجلیل نمایند. پس از این غلبه فوتبال بازان منتخب ازبکستان شماره امتیازشان را به 10 عدد میرسانند و گفتم که در زمینه دوم ایران با 6 امتیاز، تاجیکستان با 5 امتیاز، افغانستان با 4 امتیاز در زمینه چهارم باقی میماند. ترکمنستان باشد البته در زمینه آخر با بدون امتیاز مسابقه را الکه جمع بس نمود. البته منتخب های تاجیکستان و ایران بهر نشانه نقره مبارزه میبرند. بگاهی امروز بازی دسته ساعت 17:00 دقیقه در ورزشگاه تلکو آرنا شهر ترسونزاده برگزار میگردد و شبکه تلویزیونی فوتبال آن را به طور مستقیم منظوری شما میگرداند. تغییرات نوبتی در هیئت منتخب افغانستان انجام داده می شود. بازیگر تحت رقم 16 مرتضی داست به میدان می براید و از میدان بازیگر تحت رقم 3 رشاد نظری را عوض می کند. فوتبال بازان منتخب افغانستان باخته است، اما ببینید که آنها در لحظه آخر تغییرات در هیئت دست انجام میدهند و این گونه عادت‌ها را به قول در فوتبال همان دسته انجام میدهند که آنها پیروز شده ایستاده باشند و با همین گونه تغییرات ها میتوانند که وقت کشی کنند و غلبه به دست آورند. اما فوتبال بازان منتخب افغانستان باخته ایستادند و در این گونه حالت آنها تغییرات انجام میدهند. بینندگان گرامی، یک مراتب دیگر یادآور میشم که در واقع امروز گل ها را از هیئت منتخب ازبکستان به ثمر رسانیدند. تیمور عادلوف 2 مرتبه، همچنین دلیر تخسانوف و همچنین نورلان ابراهیموف. اینا بازیگرانی بودند که از هیئت منتخب ازبکستان به زدن گل نایل گردیدند. در واقع امروزه 3 گل در قسم اولی بازی به ثمر رسانیده شد، 1 گل در قسم دومی بازی و البته ما هم آهسته آهسته فوتبال بازان منتخب ازبکستان را برای غالبیت در 4مین چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان منتخب‌های توپ 20 ساله در تاجیکستان شادباش میگوییم. البته در بیشتر مسابقه‌های
اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی محض فوتبالبازان منتخب ازبکستان در یک جایگی با فوتبالبازان منتخب ایران مبارزه میبرند و موفق میشوند. غالبیت مبارک باشد به فوتبالبازان منتخب ازبکستان. ما هم در همین جا گزارشی مستقیممان را در ورزشگاه کلوب مرکزی ورزشی ارتش به انجام میرسانیم و از شما دعوت میکنیم که شام امروز بازی میان منتخب‌های تاجیکستان و ایران را به ورزشگاه تلکو آرینا بیایید تماشا کنید و یا توسط شبکه تلویزیونی فوتبال این بازی را به طور مستقیم پیگیری نمایید. با شما بودم من شورای فریدون سفرزاده. تا با آخرین من بعد سلامت و سعادتمند بمانید. خیر. Safari savcı, şuruş bile.